به نام خدا، ایمان اکبرآبادی هستم. چند سالیه که سینمای غرب در ژانر آخرالزمان و ترس متمرکز روسیه شده. خیلی از عزیزان پیام میدن به بنده که فیلم‌های آخرالزمانی بهشون معرفی بکنم. ببینید، در فیلم‌های اخیر تو این چند سالی که رصد میکنم، موضوع شرور بودن کشور روسیه دوباره در سینمای غرب داره شروع میشه. اینکه میبینیم یک زمینه سازی و وحدت جهانی علیه کشور روسیه به عنوان در واقع یکی از محورهای شرارت صورت میگیره در ناخودآگاه‌ها، به طوری که حتی در فیلم‌های ماوراییشون هم روسیه رو محل قدرت گرفتن شیطان یا وسیله ظهور شیطان در آخرالزمان تداعی میکنن. یه فیلم مهمی که در ژانر آخرالزمان میتونم بهتون معرفی بکنم فیلم دلیور آس هست. خیلی فیلم مهمیه. بعضی از سایت‌ها معنیش رو البته نجات هم بده گذاشتن که فکر میکنم صحیح ترش تحویلمان بده هست. حالا یه دختری که به طریق عمل نامشروع باردار شده، صاحب دوقلو، مکان روسیه هست. یکی از این دوقلوها خیره و دیگری شروره. هر دو قراره در آخرالزمان به دنیا بیان. مسیح و ضد مسیح در واقع از یک رحم متولد میشن. به این دقت کنید، هر دو هم فرزند عمل نامشروع و ناخلف هستند. البته اینجا نویسنده ها توهینی که کردن اینه که میگن میتواند کسی هم حاصل عمل نامشروع باشد، منجی باشد، اما آدم خوبی هم باشه. افراد صومعه در فیلم میخوان این دو بچه رو بکشن، علل خصوص اون کودکی که شرور هست. میگن برای نجات دنیا باید کشته بشه. سردسته این افراد صومعه با تک چشم نشون داده میشه که البته این قابل تأمله. همزمان با تولد این دوقلو، شیوع بیماری عجیب غریبی شبیه به طاعون و جنون و زامبی و از این حرفا، آلوده شدن آبهای شیرین، خورشید گرفتگی و سیل و زلزله ها در دنیا پدید میاد. فرزند شوم قابلیت هایی داره، میتونه اذهان و قلوب رو تسخیر کنه، میتونه ظلم و وسوسه و شرارت رو به طریق غیر مادی و با فرکانس متافیزیکی انتقال بده. اشراف داره بر قوه ادراک بشر، دعوت به فساد میکنه، هدفش هم نابودی دنیاست. کسی نمیتونه با تولدش مقابله کنه. باید همه آماده اومدنش باشن. بیماری های عجیب پاندمی محصول آمدن این شخصیت شرور هست. و نکته آخر این که مادر این دوقلوها منشأ ظلمات و تاریکی و شرارت معرفی میشه در این فیلم. ببینید چطور جای خدا و شیطان، خیر و شر رو تغییر میدن تو ذهن مردم با یه فیلم سینمایی ساده. تهش اینه که میخوان منبع شرارت رو خدا و سیستم الهی نشون بدن و ابلیس و جنودش رو منجی و دلسوزان بشریت. همون حقه‌ای که شیطان به آدم و حوا زد و اونها رو با ترفند دلسوزی فریب داد. اومد گفت شما اگه میخواین شبیه به ملائکه بشید و پرواز کنید، باید از این میوه درخت بخورید تا علمش رو به دست بیارید. خدای شما نمیخواد شما به این دانش برسید. خلاصه همین فریب امروز داره اجرا میشه قویاً. شیطان و جنیان فاسد، انسانهای فاسد زیر دستش میخوان مهدی و مسیح علیهم السلام رو اینطور بد و منفور و شرور نشون بدن. این فیلم رو حتما عزیزان پژوهشگر در حوزه آخرالزمان شناسی و البته مهدویت و غرب میتونن مشاهده بکنن، تحلیل کنن. این تحلیل سریع و فشرده‌ای بود که خدمتتون ارائه دادم. تحلیل هرمنوتیک هست و با تحلیل‌های فنی که سایت‌ها قرار میدن کاملا فرق داره. انشالله که مفید بوده باشه. سالم و تندرست باشید. اللهم عجل ولیک الفرج و یا علی.